میشه. آها این توی فلاکس فلاکس داشتن کنار این چمن. نه کافیه. شیرازی هم که خوراکشون چمن میبینن چای بساط چایی آماده میشه. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه و کسی بازم اونو نمیخونه. من یه نکته بگم، صدای مرتضی پاشایی فوق‌العاده است. هر خواننده‌ای حاضر نمیشه زنده، اون هم تو فضای باز، اون هم توی تلویزیون بخونه. آره و این واقعا کمتر خواننده‌ای پیش میاد. به نظر من یه دست میخواد. آره قطعاً دست شما در دستانه. خیلی متشکرم. الان اگه چیز بود من میگفتم شعله بیشتر دست شعله. خیلی متشکرم. ادامهش رو قطعا میشنویم. یک بوله کوتاه ببینیم تو یک چایی بخوری صدا درست حسابی بشه. ادامهش رو میشنویم، برمیگردیم.